الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های گرامی و معزز سلسله درس های بینش اسلامی، خداوند تبارک و تعالی را بی نهایت سپاسگزار هستم که توفیقات و عنایات بی حد و حصر ذات اقدسش را نصیب حال همه ما شما گردانید و صحت ما را تمدید کرد و عمر ما را و فرصت بخشید تا در خدمت شما عزیزان بوده باشیم. بحث حاضر ما پیرامون مقایسه جهانبینی ها است. مقایسه جهانبینی ها به غرض دریافت بهترین جهانبینی، به غرض دستیابی به بهترین جهانبینی ها. این بحث به اساس ارشادات صریح ذات اقدس الهی است. قاعده اول لا اکراه فی الدین، در پذیرش و در قبولی عقیده و فکر و اندیشه اکراه و اجبار نیست. مورد دیگر: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد به او بنده هایی که بشارت بده، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ای قاری قرآن، ای داعی الی الخیر، به او انسان هایی که، به او بنده هایی که هر قول را میشنوند ولی از بهترین اقوال اتباع و پیروی می داشته باشند. این به این معنی که هر طرز دید، هر تفکر و بینش و هر جهان بینی را میشنوند، تحلیل میکنن، ارزیابی میکنن، ولی در آخر، در نتیجه فیتبعون احسنه، از بهترین جهانبینی ها، اقوال و بینش ها و طرز تفکرات انتخاب میکنه و او را در زندگی به اصطلاح میگزیند و پیروی میداشته باشه. فیتبعون احسنه. اینجاست عزیزا که تحقق، جستجو و ارزیابی آن چیزی است که خدای اکبر از ما خواسته است. خدا را قبول کردن کورکانه کار درست نیست. محققانه باید قبول بکنیم، موشگافی بکنیم. قرآن را به عنوان کلام الهی محققانه و موشگافانه بپردازیم، بعد بپذیریم. و همین قسم رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که منوط است، یعنی قرآن و نبوت مستلزم همدیگر. پس بشارت است، مژده باد به انسان هایی که هر طرز دید و تفکر را میخوانن و میبینن و میشنون و تحلیل میکنن، اما در اخیر این انصاف را باید داشته باشه و خدای عظیم مطالبه کرده است که فیتبعون احسنه، از بهترین اقوال و طرز تفکرات باید اتباع پیروی شه. یعنی به این معنی که ذات اقدس الهی بر انسان ساحه باز گذاشته که برو بگرد، ببین تفکرات، اندیشه ها، عقاید را ارچند باطل بوده باشه ولی اجازه است که مطالعهش کنی، اجازه است که خدا آگاه بسازی. خب متوجه باشی که فیتبعون احسنه، از بهترین اقوال، از بهترین آنچه که شنیده ای، از بهترین آنچه که برات رسیده است باید بگزینی، انتخاب بکنی و از او پیروی. فیتبعون احسنه. پس این فیتبعون احسنه و مقایسه و تحلیل نیاز به مقایسه افکار، نظریات، اندیشه ها و دانش ها داره که جهانبینی ها مقایسه شود، دیده شود که این طرف چی داره و این طرف چی داره، کمالات این طرف چی است و نقصان ها و خلاهای این طرف چی هست. در نتیجه انسان دستیابی می‌یابد به جهانبینی که او جهانبینی برحق است.
پس از او خاطر در این بحث حاضر ما بحث مقایسه جهان بینی ها را خدمت شما داریم به غرض دریافت بهترین جهان بینی. خب مقایسه ایجاب پذیر میکنه که اگر تقسیم بکنیم جهان بینی ها را که بر حق و باطل، که بر حق آغازش از زمان آدم علیه السلام ختم میشه بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، و باطل آغازش که زیر ثبت تاریخ آمده است از زمان حاکمیت هامورابی یا نمرود آغازش است و ختم میشه به مکتب مارکسیسم و لینینیسم یا ماتریالیسم، فلسفه داروینیسم و مارکسیستی و لینینیستی. حالا مقایسه این را ایجاب میکنه که طرف برحق هم از اول تا آخر خوانده شد و طرف باطل هم، تا در نهایت کمالات و نقصانهای هر دو طرف واضح شود، تصریح شود. اما با قید زمانی که ما قرار داریم نمیشه، یعنی عمر ما هم برای مقایسه کفایت نمیکنه. شاید سوال مطرح شود که ما کسایی که مؤمنین و مسلمین هستیم بالاخره اسلام را به عنوان بیترین طرز دید و بینش و بصیرت که متضمن سعادت دنیا و آخرت است برگزیدیم، قبول داریم. آقا شما چی میگین دیگه؟ با ما چرا گپ نو را به ما دور میسازین و صحبت نو حرف جدید را مطرح میسازین؟ نه خیر، هدف این است که ما همونطوری که در صحبت‌های قبلی و جلسات قبلی عرض کردیم، انسانی که داعیه داره دعوت الهی و اسلامی است، اون باید کمالات و خوبی های جهانبینی اسلامی را نقدن به سر این صندلی و این آقا و این مخاطبش باید داده بتانه و کسر و نقصان و خلای بینش اون را هم تثبیت کرده بتانه. یک داعی موفق کیست؟ داعی الله که یا جانب مقابل خود قناعت بده که او زانو بزنه که بله آقا منطق من ضعیف، منطق خودت قوی، من تسلیم هستم. این یک موفقیت. و اگر این نشد، قناعت نکرد، موفقیت دومی است که به می اندازه و به می لیول و به می مقدار منطق این داعی که خود را برحق میدانه با جهان بینی برحق میدانه قوی بوده باشه که مقابل را، یعنی طرفش را از نظر منطق به شکست مواجه بسازن. مثل اب الموحدین سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام، وقتی نمرود با او مناقشه و مکالمه داره، گفت خدای ما کسی است، رب ما کسی است که آفتاب را از هر طرف، از طرف مشرق زمین طلوع میده هر روز. اگر تو به ادعای صادق هستی و میگی که من خدا هستم العیاذ بالله، بس تو یک بار از طرف مغرب طلوع میده. فبهت الذی کفر، مات مبهوت متحیر مان، یعنی شکست خورد، قناعت نکرد ولی شکست خورد منطقش. بناهن این بحث مقایسه برای این است که ما محققانه صداقت و کمال راستی بینش و بصیرت خود بدانیم تا عامل شویم به دساتیری که به ما میده، به اوامر نواهی که میبخشد و هدایت میده، و از سوی دیگر ما بتانیم که مدعو و مخاطب خود را هم به کرسی قناعت برسانیم و بکشانیم و یا هم منطقش را به شکست مواجه کنیم. به این دوستای عزیز چند تا دعوتگر موفق این طوری داریم.
از حقیقت هایی که موجود در جهان اسلام است انکار نمیشه. چند تا از این گونه اینجوری دعوتگر داریم که مدعو و مخاطب خود را یا به کرسی قناعت بنشانه و یا هم منطقش را به شکست مواجه بسازه. پس مقایسه به این هدف است. خب پس ما گفتیم ما وقت نداریم که سلسله برحق هم از آدم علیه السلام شروع تا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یعنی اسلام عزیز، اسلامی که ناسخ همه شرایع بوده و هست و زنده، و سلسله باطل که از زمان هامورابی آغاز میشه تا به مکتب سوسیالیسم و ماتریالیسم و از او زمان تا به اکنون 3718 سال میگذره. 1700 سال قبل از میلاد، 2018 سال از میلاد، مجموعاً 3718 سال تا به اکنونی که ما شما قرار داریم. این مقایسه واقعاً مشکل است، خیلی صعب است. مرور و عبور از این مشکل است با جزئیات. پس چی کرد که را کوتاه شود؟ از سلسله برحق آخر و زندهش میگیریم و از سلسله باطل هم آخرش میگیریم. یعنی از سلسله برحق که اسلام بوده باشه آخرش رو میگیریم که زنده هست، ناسخ همهش هست و خدا تضمینش را کرده الیوم اکملت لکم دینکم. و از سلسله باطل هم آخرش را، یعنی امو پخته ترینش را که شعار داشت، فلسفه داشت، ایدئولوژی داشت، کتاب داشت و فلسفه خدا ظاهرا منظم پکیج کرده بود و ارائه میکرد، مکتب ماتریالیسم و سوسیالیسم است. شاید سوال ایجاد شود و به میان آید که آقا شما مرده را با زنده مقایسه میکنه، اسلام دین برحق و زنده، ماتریالیسم و سوسیالیسم و فلسفه داروینیسم در قبرستان تاریخ مدفون است. الان رسمالیسم یا سرمایه‌داری کپیتالیسم حاکم است. پاسخ اینجاست که رسمالیسم یا کپیتالیسم یا سرمایه‌داری برای اسلام رقیب شده نمیتونه، یعنی چیزی نداره. اما ماتریالیسم حداقل ایدئولوژی بوده، فلسفه بوده، صحبت داشته در مورد انسان و طبیعت و ما برای طبیعت صحبت داشته، یا منفی یا مثبت. از اون جهت اون را میاریم و با اسلام عزیز در مقایسه میگیریم. خب پس ما میخوایم که اسلام جهانبینی برحق و مکتب ماتریالیسم جهانبینی باطل در سلسله جهانبینی های باطل آخریش، یعنی ماتریالیسم به حد به اصطلاح گپ ها و پختگی های خود داشته که بعد از این شیاطین انسی و جنی هم ایران موندن، هنگ موندن که چی را ارائه بکنن. از اون جهت اینها آمدن و دیگه حرف ارائه نتونستن بکنن. حالا سوال ایست که اسلام عزیز یک نظام است، عقیده است، فکر است و همچنان ایدئولوژی ماتریالیسم هم یک فلسفه و اندیشه بوده. این ده با ابعادش فهمیدن واقعا زمان میخواد. کسی خواسته باشه درباره اسلام تخصص داشته باشه 20 سال لااقل باید تخصیص بده، 25 سال تا این به اصطلاح به یک فهم همه جانبه از اسلام عزیز برسه و بتونه اسلام را به عنوان یک مکتب معرفی بکنه به شکل تخصصی. فلسفه ماتریالیسم هم کتاب داشت، شعار داشت، نوشته ها داشت، 5-6 سال او هم میخواد، مجموعاً 30 سال میشه. باز فرصت نداریم. پس چی باید کرد که هم مقایسه بکنیم به بهترین جانبینی علمی تحقیقی برسیم و نقصان و کمالات را آگاهانه بدانیم. پس ما یک سوال کلان و بزرگی را به اردو جهانبینی بر حق یعنی اسلام و جهانبینی باطل یعنی
ماتریالیسم پیش میکنیم. این سوال بسیار بزرگ است. این سوالی هست که در طول تاریخ بشریت و شهادت تاریخ افکار سیاسی حل نشده. انسان ها به تکنولوژی، سهولت، ترقی، انکشاف همه چیز رسیده و هنوز هم انکشاف داره. هنوز هم این روند پیش میره. اما چیزی را که امروز هم جامعه بشری نداره، دیروز هم نداشت، پریروز هم نداشته، در فقدان از او به سر می برده، وجود یک جامعه ایدئال، سلیم و مدینه فاضله و آرمان شهر. جامعه سلیم به چه جامعه گفته میشه عزیزان؟ به جامعه گفته میشه که صلح و سلام، برادری و برابری حاکم باشه، اخلاق اسلامی بوده باشه، مظالم نبوده باشه، مفاسد نبوده باشه، سرقتان نبوده باشه، فضای اعتماد حاکم باشه، فضای اخوت بوده باشه، نوامیس، عرض، آبرو، حیثیت، دولت و دارایی، همه موارد محفوظ بوده باشه، هیچ نوع تشویش و نگرانی نبوده باشه، تصورات تعرض به همدیگر نبوده باشه. این از خصایص و از شاخصهای جامعه ایدئال است. حالا من سوال دارم، شما با در این قالب و در این تعریفات و مواصفات و ویژگی ها جامعه را در تمام کره زمین میتونید دریابین؟ نه خیر. هیچ قسمتی از کره زمین چنین اجتماع نیست و بشریت به میلیون ها انسان قربانی داده برای دسترسی به چنین اجتماع. شما تاریخ را مطالعه کردید که هر ایدئولوژی که آمده یک ایدئولوژی را از اریکی اقتدار و قدرت و صحنه عمل دور کرده، خود جاگزین کرده، به میلیون ها قربانی گرفته و به میلیون های دیگر در وقت جاگزینی قربانی گرفته شده. و حرف اصلی، هدف اصلی همین بوده که ما برای شما یک جامعه سلیم و ایدئال و پاک، پر از انصاف و عدالت و صلح و سلام، برابری و برادری، عدالت و گسترشان میسازیم. اما در پایان نه تنها که نتانسته بسازه، بلکه بشریت را به سوی هلاکت و فلاکت برده. اما فراموش نباید کرد که این سوال در سلسله جهان بینی های برحق الحمدلله حل شده است. وقتی ما میگم حل نشده در طول تاریخ، اون دیگه در سلسله جهان بینی های به اصطلاح باطل بوده. امروز هم جامعه بشری در فقدان چنین اجتماعی سلیم به سر میبره و هر انسان خواستشی است که من در مجتمعی باشم که اونجا خودم، مالم، اولادم، ثروتم، دولتم، عزتم، عفتم، دینم، اعتقادم، باورم محفوظ بوده باشه، از تعرضات همه‌جانبه در حفظ و صیانت قرار داشته باشه. هر انسان پشتنی آرمان است، آرمان واقعی و حقیقی است، اما نرسیدن. این سوال اما قدر با ساختن جامعه ایدئال در طول تاریخ حل نشده است و در عین زمان بر زندگی بشریت بسیار مبرم و ضروری است، بسیار حیاتی است. چنانه که انسان‌ها برای بقای خودشان به اکسیژن نیاز دارند تا برایشان این گاز انشاقی برسه و بقا بیابند. برای یک اجتماع سلیم این چنین مثل نیازی که به اکسیژن داریم، به یک اجتماع سلیم دور از مظالم و مفاسد و بی‌انصافی ها و تعرضات، هر انسان و هر اجتماع بشری و هر ملت خواستش است، خواست درونی و انسانی و فطریش است. پس ساختن چنین جامعه ایدئال هر جهان بینی به قادر بود و توانست و فرمول داد و قواعد و ضوابط پیش کرد. اون جهان بینی قابل تبعیت است، بی‌ترین جهان بینی است. به قول ذات اقدس الهی فیتبعون احسنه، فیتبعون احسنه. و ان شاء الله که در برنامه بعدی این سوال را
به تأسیس پیروی موسی علیه السلام که در وقت مقابله با ساحران اونها گفتن اول ما بندازیم طلسم ها و کارهایی که داریم یا شما بندازین. موسی علیه السلام اجازه به اونها داد، گفت شما بندازین. پس ما همین سوال را برای نخستین بار و مرتبه اول به اندیشه ماتریالیسم میتیم که جامعه ایدئال چگونه به ما میسازه و سپس انشالله در پایان این بحث بعد میریم انشالله که ضوابط و فرمول ها و قواعد جور شدن و ایجاد و تأسیس یک اجتماع سلیم و ایدئال مدینه فاضله و آرمان شهر در نصوص مطهر آسمانی چی هست و چگونه هست. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.